سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم مثل همیشه حالتون عالی باشه. امروز مدام با آموزش یه جوجه کوچولو موچولو گوگلی مگولی که میتونید سایز کوچیکش رو برای فون چارمتون ببافید و سایز بزرگترش رو برای چارم آینه ماشین و یا حتی جا کلیدی و بستنش دور بند کیفتون. این جوجه کوچولو موچولو خیلی ساده است و میتونید توی کمتر از 10 دقیقه برای خودتون ببافیدش با رنگای مختلف، شکلای مختلف، کلاهای با نمک مختلف. خیلی خوب، بیاید بدون فوت وقت بریم سراغ چیزایی که نیاز داریم. اولین چیز کانوای زرده. شما میتونید از کانوای ضخیم برای جوجه سایز بزرگ و از کانوای نازک برای جوجه سایز کوچیک استفاده کنید. یک کانوای قرمز یا نارنجی کمرنگ، هر کدوم که دلتون میخواد رنگ پایه جوجه‌تون باشه. به ضخامت کانوای زردتون نیاز داریم. یک کانوای نارنجی یا قرمز برای نوکش که باید ضخامتش کمتر باشه و یک کانوای رنگ دلخواه برای کلاش که اونم باید ضخامتش نازکتر از کانوای اصلیتون باشه. 2 چشم لپه‌ای مشکی، یه ذره چسب حرارتی، قلاب سایز مناسب کانوای ضخیمتون و قیچی. خیلی خوب، چیزایی که نیاز داشتیم تموم شد. بریم سراغ باف. برای شروع یه حلقه جادویی میزنیم. اگه حلقه جادویی زدن بلد نیستید، آموزشش رو این بالا براتون گذاشتم. توی حلقه جادوییمون 6 تا پایه کوتاه میزنیم و شروع میکنیم 6 تا افزایش دادن. آموزش افزایش هم قبلا توی فیلم‌های کوتاه هم براتون گذاشتم، این بالا هستش. حالا که 6 تا افزایش دادیم، نخمون رو میکشیم تا حلقمون کامل بسته بشه. حالا باید برای شروع رج سوم یکی در میون افزایش بدیم. رج 4 و 5 نیازه که ساده بافی بکنیم. توی رج 6 ما اول 4 تا پایه کوتاه میزنیم و بعد روی پایه جلویی 3 تا پایه متوسط میزنیم توی یه پایه. بعدش 7 تا پایه کوتاه میزنیم و بعد دوباره روی پایه جلویی 3 تا پایه متوسط میزنیم روی یه دونه پایه و بعد 5 تا پایه کوتاه میریم. رج 7 تا 8 هم باید ساده بافی کنید، ولی یادتون باشه روی رج 7 پایه متوسطی که بافتیم هیچ پایه‌ای نزنید و روی اون پایه عقبی که خالی مونده بود یه دونه پایه کوتاه بزنید. باید 18 تا پایه توی این دورش. توی این رج ما پاهاشو میبافیم. پاهاشو با همون رنگ قرمز یا نارنجی دلخواهتون باید ببافید. یه پایه کوتاه بدید، یه کاهش، یه پایه کوتاه، یه کاهش و بعد توی پایه بعدی باید یه پایه حبابی بزنید. پایه حبابی 5 تا پایه بلند نیمه رو توی یه پایه میزنید و بعد همشون رو نخ میگیرید و یکی میکنید و روش یه دونه بست میزنید تا فیکس بشه. دوباره با رنگ زرد ادامه بدید.
2 تا کاهش بدید، دوباره یه پایه حبابی بزنید و بعد یه دونه پایه عادی، یه پایه کاهش، یه پایه عادی، یه پایه کاهش و این رجم تموم میشه. اینجا باید یه ذره با پشم شیشه عروسکتون رو پر کنید. پشم شیشه رو بذارید داخلش رو با قلابتون هدایتش کنید تا حسابی توپلی مپلی بشه و بعد توی رج آخر باید همه پایه ها رو کاهش بدید با تکنیک کیسه خلیفه که توی ویدیوی همستر غمگین یادتون دادم. پایین کارتون رو ببندید. بعدش باید بریم سراغ چسبوندن چشما و نوک کوچولوش. بین رج 6 و 7 یه ذره چسب حرارتی میذاریم و چشمای لبه ایمون رو میچسبونیم. بعدش باید از سوزن نازک و آهنی استفاده بکنیم چون که کارمون کوچیکه، راحت بره لای پایه ها. نخ نازک قرمز یا نارنجی که برای نوکش انتخاب کردیم و میبریم از پشت توی کار و بعد از پایه های پایینی و ما بین چشما ردش میکنیم. دوباره این کار رو بکنید و بعد ببریدش دوباره از پشت خارجش کنید و ببریدش. اینجا کار خود جوجه‌تون تموم میشه. حالا باید بریم سراغ کلاه گوگولی مگولیش.
کلاهش رو میتونید هر رنگی که دلتون میخواد ببافیدش. اول یه حلقه جادویی میزنیم و بعد تو 6 تا پایه کوتاه میزنیم. رج دوم 6 تا دونه افزایش میدیم. توی رج سوم یکی در میون افزایش میدیم و توی رج چهارم 2 تا در میون افزایش میدیم. و بعد 2 رج کامل ساده بافی میکنیم. حالا وقتشه دالبل‌های دورش رو ببافیم. توی پایه های جلویی یه دونه پایه کوتاه میزنیم، یه دونه پایه متوسط میزنیم و دوباره یه پایه کوتاه توی یه پایه. توی پایه بعدی یه دونه بست میزنیم و بعد دوباره همین مراحل رو تا آخر تکرار میکنیم. آخرین پایه که بافته شد نخمون رو یه ذره بلندتر میبریم و بعد توی کار محوش میکنیم که قشنگ محکم بشه و باز نشه. حالا اینجا میتونیم یه ذره رنگ به لپای جوجمون بدیم که حالت گوگلی تری پیدا کنه. با سایه چشم یا رنگ پودری میتونید این کارا انجام بدید. و اینجا جوجه کیوتمون تموم شد. اگه آمیگورومی دوست داری میتونی آموزش همستر غمگینم توی چنلمون ببینی. یادت نره لایک و سابسکرایب کنی.